گیورگی مرگولاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی اظهار امیدواری کرد که رابطه‌های کشورش با روسیه در آینده بهبود می‌یابد. گرجستان و روسیه بعد از جنگ کوتاه ماه اوگوست سال 2008 تا کنون رابطه‌های دیپلماتی ندارند و گیورگی مرگولاشویلی میگوید این امکان وجود دارد که دو طرف در صورت مکالمه به همدیگر فهمی برسند. او روز 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت: ما باور داریم و از این سبب امیدواریم و آرزو داریم که مکالمه خردمندانه بین روسیه و گرجستان شروع می شود. ما اگر این مکالمه عاقلانه را هر چه زودتر شروع کنیم، کاملا واضح می شود که گرجستان هیچ خطری برای منافع حیاتی روسیه ایجاد نمی کند. با باور من گرجستان یک پارچه آرام و از نظر اقتصادی قوی و محافظت شده نه تنها برای منافع حیاتی روسیه بلکه منافع حسن همجواری ما هم خوب است. حالا درباره یک حقیقت عادی صحبت میکنیم، یعنی حتی دانشجوی سال اول میداند که امنیت در همسایه کشور شما به منفعت شماست. و سوال دیگری که از گیورگی مرگولاشویلی شد این بود که او مثل میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین گرجستان صلاحیت‌های زیاد ندارد و قسمی از صلاحیت‌هایش به پارلمان داده شده است. آیا او از این گونه شیوه تقسیم قدرت در گرجستان راضی است؟ بر پایه قانون اساسی گرجستان رئیس جمهور نظر به گذشته صلاحیت‌های کمتر دارد. به فکر من این قابل قبول است، زیرا یکی از مشکلات حکومت تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک نفر است. در چنین حالت زمینه برای فاسد شدن حکومت فراهم می شود. من همیشه طرفدار سیستم کنستیتوسیونی با توازن و حکومت بودم. نظام حکومتداری حاضره البته به بعض اصلاحات نیاز دارد، ولی من در عموم آن را قبول دارم.